ما از این نعمت ها محرومیم. به یاد ما نمیآید از نعمت محبت الله محروم شدن، از همه نعمت ها محروم شدن است. گاهی وقتا آیا به خود فکر کردیم که در قلب ما محبت الله پیامبر وجود داره؟ او محبت الله پیامبر باعث شده بیای از پیامبر وقوع قیامت پرسان بکنه. عجیب است. قیامتی که در قرآن کریم خیلی خطرناک معرفی شده، خیلی خطرناک، که همه هستی به لرزه میآید. این از امو پرسان میکنی چه وقت قیامت میآید رسول الله؟ چرا تو از این پرسان میکنی؟ محبت الله در قلب من است. انسانی که محبت الله در قلبی باشد در عبادت الله باز غافل نمیشه، از عبادت الله فرار نمیکنه، از مواجه بودن با الله و از راز نیاز با الله خسته نمیشه. قلبش در مقابل الله خاشع است. ما این حالت نداریم، از عبادت خود فرار میکنیم، از ملاقات پروردگار خود فرار میکنیم. توقعی نجات در روز قیامت را داریم، توقعی رسیدن به رضایت الله و ملاقات پروردگار خود داریم. با چی چیزه؟ با ایمانهای ضعیف ما که با کوچکترین فشار ازش فرار میکنیم، با عبادتهای ما که اوج سراسر از ریا و عجب و گناه و تکبر و غرور و ریاست. خود دین دارم فکر چی چیز داریم؟ چرا از عبادت الله غافلیم؟ چرا از روز جزا غافلیم؟ چرا ما را دنیا در خود غرق کرده؟ چرا این کلمات بسیار عظیم الله قلب‌های ما را بیدار نمی‌کنه؟ هر روز 5 بار در مقابل الله قرار میگیریم، تنها در نماز پیشین 10 بار تکرار میکنیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. پس باید قدری گپ را بدانیم، از الله فرار نکنیم، طرف الله باز بگردیم، قیامت را فراموش نکنیم.